برادران و خواهرانم، دلتنگی سنگینی عشقی است که باقی میماند، اما این وعده را بشنوید. استاد ما را یتیم رها نکرده است، او رفته است تا مکانی را آماده کند که در آن گریه را راهی نیست. شما که باقی مانده آید، در زیر سایه خدای متعال آرام گیرید و آنان که رخت بربستند بگذارید نمونه ایمانشان نوری باشد که ما را هدایت می کند، تا هر یک از ما بیدار بماند و در راه پایدار باشد. هدف آسمان است و در آنجا این به زودی می بینمت. به یک تا ابدیت با هم بودن تبدیل خواهد شد. خدا پناهگاه شماست. دل خونین است و جای خالی حس می شود، جدایی دردناک است و ماتم ما را در بر می گیرد، اما صدایی طنین انداز است، فراتر از آنچه چشم می بیند. دیگر گریه مکن، چرا که زندگی در آستان پیروزی است. عیسی به ما وعده و مهارت‌های نور ابدی را داده است، جایی که باد سبک است و راه ما را هدایت می کند. آن کس که در اینجا تکیه‌گاه ما بود، اکنون در خدا آرام گرفته است و ما با گام‌های استوار، با چشمانی دوخته به آسمان‌ها ادامه می‌دهیم. این فقط یک تابع کوتاه است، ودایی که خواهد گذشت، چرا که در امارت‌های آسمانی همه ما یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد. در آنجا دیگر گریه و زاری نیست، در آنجا دیگر دردی نیست. ما در حضور خداوند برای همیشه جاویدان خواهیم بود. بیدار باشید ای کلیسا، داماد به زودی می آید تا ما را با خود به اورشلیم جدید ببرد. در زیر سایه محافظت و ردای بخشش بمانید تا روزی که دیدار و اتحاد دوباره ما فرا رسد. آسمان هدف و مقصد ماست، به زودی می بینمت در جلال و شکوه خدا. آمین.